روز نوروز اگر برشان گفته می شود که مسلمان ما چیزی به نام تجلیل نوروز نداریم، ما دشمن نوروز نیستیم. قبلا گفتم بهار پدیده از پدیده های عالم است. نوروز می آید، این مقدرات است که روز به نام نوروز بیاید و برود. با هیچ روز اسلام مشکل ندارد. هر روز که می آید مبارک است، در هر روزی که الله پرستش می شود مبارک است. اما تجلیل به نام نوروز بستگی به عقیده مسلمان دارد. چه رقم عقیده؟ امروز وقت مسلمان میگی نوروز عید نیست، نوروز جشن نیست، نوروز روز عبادت نیست. برای ما پیام داره جوان، میگه ما کی از نوروز جشن گرفتیم، ما کی نوروز را تجلیل کردیم، ما اول بهار را تجلیل میکنیم، اول بهار را. ما پیشتر برات گفتم ما با نوروز مشکل نداریم، با تجلیل نوروز مشکل داریم. آره براتون میگم که ما آیا تجلیل میکنیم، آیا روز را معظم میدانیم یا محقر؟ روزها به پیشگاه پروردگار هیچ فرقی ندارد. شنبه و یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه و جمعه یک قسم است. ماها فرق ندارد مگر ماه را که الله فرق داده. روز عرفه الله در بین روزها متفاوت گردانیده و بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه به امت خبر بکن که روزه بگیرن. وقت روزه میگیرن الله جل مجدو 1 سال گناه قبل 1 سال گناه بعدشان میبخشد. بگوین الله اکبر. 1 سال گناه قبل و 1 سال گناه بعدشان را الله جل مجدو میبخشد. الله ماه مبارک رمضان را قرار داده برای عبادت امت رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله 2 تا عید را برای تفریح و برای سرور و خوشی مسلمان قرار داده. عید اضحی هست و عید فطر هست. اما عزیز من چیز به نام تجلیل نوروز، به نام جشن نوروز نداریم. اگر مسلمان میگوید کی من از نوروز تجلیل کردم، که اینقدر علما بر علیه ما میتازند، ما که از نوروز تجلیل نمی کنیم، ما از بهار تجلیل کردیم. عزیز من از تو یک سوال دارم، آیا ماه حمل در زمان پیامبر هم بود یا نبود؟ با آواز بلند میشم، بود یا نبود؟ در 23 سال که رسول الله دعوت دین میکرد آیا چیز به نام نوروز بود یا نبود؟ در زمان حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی و زمان صحابه پیامبر، زمان تابعین، زمان امامنا ابو حنیفه، زمان امام شافعی، آیا نوروز بود یا نبود؟ پس نوروز بود. وقتی که نوروز بود آیا کسی یک سند ضعیف، یک سند موضوعی دارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم روز نوروز را تجلیل کرده؟ آیا کسی سند دارد که ابوبکر صدیق از روز نوروز تجلیل کرده، حضرت عمر از روز نوروز تجلیل کرده، امامنا ابو حنیفه رحمت الله علیه از روز نوروز تجلیل کرده؟ نکرده. امروز جوان مسلمان میگه، خواهر مسلمان میگه من تجلیل نمی کنم از نوروز، من از نوروز تجلیل نکردم، از بهار تجلیل کردم. عزیز من عقیده ما با عمل ما بررسی می شود. عمل نشان می دهد که درون ما چگونه است، عمل نشان می دهد که عقیده ما چگونه است، عمل نشان می دهد یکی شعار است و یکی عمل است. اگر یک کسی بگوید که من رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست دارم اما در زندگی خودش هیچ سنت از پیامبر نداشته باشد، آیا راستگو هست یا دروغگو؟ دروغگوی هست.